در نوید خپلواک هستم و امروز در مورد درد شدید قسمت فوقانی شکم که مستقیما به کمر سرایت میکنه گپ میزنیم. التهاب حاد غده پنکریاز یا acute pancreatitis. پنکریاز یک غده خیلی مهم است، در بین معده، روده و طحال موقعیت داره. وظایف اساسی و مهم در هضم و در تولید هورمون ها داره که روی هر کدامش مفصلا گپ میزنیم. این شد اسافگس یا میری امو پایپ عضلاتی است که غذا را از دهن توسط مارپیچ حرکات مارپیچ خود به این مسیر میرساند تا معده، استامک یا معده. روی معده هم مفصلا صحبت شده که وظایف اساسیش چی است و کدام طرزالعمل ها را برای هضم غذا استفاده میکنه. این غده پنکریاز است به رنگ زرد که میبینین و این هم قسمت اولی یا قسمت فوقانی روده های خرد ماست، دوردینم. شما غده پنکریاز میبینین که از یک طرف توسط معده کور شده، از طرف دیگه توسط قسمت فوقانی روده کوچک یا دوردینم و این قسمت شام با سپلین یا طحال متواصل است. خب روی اناتومی بیشتر نمیپیشیم، میریم مستقیما به غده پنکریاس. غده پنکریاس از نگاه اناتومیک به چندین بخش تقسیم شده. این ساحه غده پنکریاس به نام هد پنکریاس یا سر غده پنکریاس یاد میشه. از نگاه اناتومی این هد پنکریاس یا سر پنکریاس است. در این قسمت که بیشتر به طرف پوستیرر یا عقب قابل مشاهده است انسنیت پروسس اف پنکریاس یا قسمت دیگه از غده پنکریاس است، انسنیت پروسس اف پنکریاس. و متصل به انسنیت پروسس گردنه غده پنکریاس است، نک اف پنکریاس. این ساحه نک اف پنکریاس و ساحه که متصل به نک یا گردن پنکریاس است، بادی اف پنکریاس. و آخرین قسمت غده پنکریاس که متصل به طحال یا سپلین است به نام تیل یا دم پنکریاس یاد میشه، تیل اف پنکریاس. و این بخش خیلی مهم و اساسی غده پنکریاس است، بخش اندوکراین غده پنکریاس که مسئول تولید هورمون ها خصوصا انسولین، گلوکوگان، سوماتوستاتین است. در حجراتی که در ناحیه آخرین یا دم پنکریاس موقعیت داره، خصوصا حجرات جزایر لنگرهان در امی ساحه موقعیت داره و زمانی که تیل پنکریاس یا این ناحیه پنکریاس صدمه ببینه، خصوصا حجرات بی مرض شکر به وجود میاد. خب به هر حال غده پنکریاس از نگاه هیستولوژیک به دو بخش خیلی اساسی تقسیم میشه. خوب اگر غده پنکریاس ایره فرض غده پنکریاس است، یک قسمت از غده پنکریاس زوم میکنیم و تحت میکروسکوپ میبینیم. ایره و یک ساختمان داره. در غده پنکریاس یک بخشی از غده پنکریاس که به نام جزایر لنگرهان یاد میشه. لنگرهان حاوی حجرات مخصوص به نام حجرات A، B، P و D است که هر کدامش هورمون های مخصوص تولید میکنه. در داخل این حجرات توسط یک کپسول به نام فایبرس کپسول احاطه شده. جزایر از حجرات لنگرهان در داخل پنکریاس توسط یک کپسول احاطه شده و بیرون از این حجرات دیگه که به نام اگزوکراین پنکریاس یاد میشه و هر حجرهش شامل هسته است، اینا موجود است و این حجرات معمولا به شکل غدوات کوچک تحت میکروسکوپ قابل دید است. این نوع غدوات کوچک داره در قسمت اگزوکراین پنکریاس و هر کدام از این حجرهش حاوی هسته است، یک نظام مخصوص به خود داره. در داخل از این غدوات دکت یا پایپ های خیلی کوچک موجود است که توسطش جوس پنکریاس یا تولیدات غده پنکریاس میبره به مین پنکریاتیک دکت و مین دکت
و یا دکت یا پایپ عمومی که در داخل غده پنکریاز است و از اونجا هم بالاخره ترشحات غده پنکریاز میره به روده های کوچک یا دوادینم. صحیح؟ روده کوچک ما یا دوادینم. امی بخش بیشتر در شکل میبینیم. در داخل غده پنکریاس شما یک تیوب کوچک میبینین، یک پایپ کوچک، ای به نام پنکریاتیک دکت یاد میشه. هزارها و میلیونها دکت ها یا پایپک های کوچک با هم یک جا شده ترشحات از غدوات غده پنکریاس، غدوات کوچک به نام اسینار موجود است، جمع میکنه داخل از این پایپ میاره و از اینجا هم مستقیما میره به دوردینم یا قسمت فوقانی روده کوچک ما. خب غده پنکریاس شامل دو بخش خیلی اساسی است. غده پنکریاس شامل دو بخش خیلی اساسی و وظایف خیلی اساسی را هم به عهده داره. یکیش به نام اندوکراین پنکریاس یاد میشه. اندوکراین پنکریاس. در اندوکراین پنکریاس بیشتر هورمون ها توسط اندوکراین پنکریاس تولید میشه و این هورمون ها هم شامل انسولین، گلوکوگان، سوماتوستاتین، پولیپپتایدز است که وظایف خیلی اساسی را به عهده داره و هر کدامش در بخش اندوکراین ما شما مطالعه کردیم. بخش دیگه از پنکریاس که خیلی مهم است و امروز روی این بخش میپیچیم به نام اگزوکراین پنکریاس یاد میشه یا بخش اگزوکراین غده پنکریاس. تمام ترشحاتی که به خاطر هضم غذا صورت میگیره از بخش اگزوکراین صورت میگیره. ترشحات که به نام پنکریاتیک جوس یاد میشه توسط اگزوکراین پنکریاس تولید شده داخل دکت یا پایپک کوچک که داخل پنکریاس از داخل از او شده و بالاخره به خاطر هضم به داخل روده کوچک ما میریزه. خب اگزوکراین پنکریاس در حدود بیشتر از 80 الا 90% تمام جسامت غده پنکریاس بخش اگزوکراین تولید میکنه. پس به این معنا که وظیفه اساسی غده پنکریاس کمک کردن در هضم است و 10% از عظمت یا حجم این غده را بر ما بخش جزایر لنگرهان تشکیل میده که بیشتر در هضم و بیشتر در تولید هورمون دخیل است. 10% کم و بیش اندوکراین پنکریاس است. فرق بین از این دو قسمت اندوکراین پنکریاس و اگزوکراین پنکریاس چی است؟ اندوکراین ترشحات خود مستقیما به جریان خون روان میکنه توسط هیچ کدام دکت، بلکه توسط رگهای خون که یا مویرگ‌های کوچک که دور و بر حجرات جزایر لنگرهار موجود است مستقیما ترشحات خود به داخل جریان خون میاره. ولی اگزوکراین پنکریاس اول ترشحات خود از اسنار گلند یا غدوات کوچک که در داخل غده پنکریاس موقعیت داره از اونا توسط پایپ های کوچک جمع میکنه میبره به داخل پنکریاتیک دکت یا امو پایپ عمومی یا پایپک کلانه که در داخل غده پنکریاس موقعیت داره و از اونجا هم بالاخره بنابر ضرورت به خاطر هضم مواد غذایی میره به دوردینم یا قسمت فوقانی روده کوچک و اونجا هم وظیفه خود انجام میده. جوس غده پنکریاس یا ترشحات غده پنکریاس شامل کدام مواد است؟ روی ازی گپ زده مستقیما میریم به موضوع اساسی که التهاب حاد است. پنکریاتیک جوس یا ترشحات غده پنکریاس. از هر دو بخش غده پنکریاس ترشحات صورت میگیره. اندوکراین ترشحات هورمونی داشت و اگزوکراین هم ترشحات که در هضم مواد غذایی کمک میکنه. ترشحات غده پنکریاس یا پانکراس. اگر ترشحات غده پنکریاس تجزیه و تحلیل بکنیم 99.5% از ترشحات غده پنکریاس آب است. 99% آب. تنها 0.5% یا نیم فیصد از ترشحات غده پنکریاس مواد جامد است. مواد جامد. خب این مواد جامد یا سولید شامل
مواد جامد یا سولید ما شامل دو بخش خیلی اساسی است. بخش ارگانیک این مواد یا بخش عضوی organic substances و بخش غیر عضوی یا inorganic substances inorganic substances یا مواد غیر عضویی که در ترشحات غده پنکریاز موقعیت داره. خب دو بخش اساسی در تولیدات غده پنکریاز بود، جامد و مایع. 99.5% مایع است و فقط تنها 0.5% جامد. مایعش هم آب است. خب در مواد غیر عضویی که در غده پنکریاز موقعیت داره منرال های خیلی مهم است چون سودیم، کلسیم، مگنیشیم یا مگنیزیم، اما قسم کلوراید، پوتاسیم و سلفیت و بایکاربونیت. اینا مواد هستند که در غده پنکریاز موقعیت داره، وظایف خیلی اساسی رو در وجود به پیش میبره و توسط غده پنکریاز تولید میشه. اما قسم بایکاربونیت که خاصیت ضد عفونی داره توسط غده پنکریاس تولید میشه و این هم جزء از مواد غیر عضوی است که توسط غده پنکریاس تولید میشه. مواد عضویش که خیلی مهم است، یکی انزایم هاست، انزایم های غده پنکریاس و دیگه هم مواد دیگه که شامل البومین، یک نوع پروتئین خیلی مهم است که کمبودش میتونه سبب تجمع مایعات در شکم بگرده. البومین و گلوبولین اینا هم مواد هستند که شامل جزء عضوی از ترشحات غده پنکریاس است و بخش اساسی مواد عضوی که توسط پنکریاس تولید میشه عبارت از انزایم ها است. انزایم ها پروتئین های مخصوصی است که به خاطر هضم غذا تولید میشه. این انزایم ها به دو بخش تقسیم میشه. یکی انزایم های است که مواد شحمی یا مواد که حاوی چربی است اونا را تجزیه و تحلیل و دگریدیشن پارچه پارچه میکنه و انزایم هایی که وظیفش پارچه کردن پروتئین هاست. خب پروتولیوتیک انزایم یا انزایم هایی که پروتئین های مواد غذایی را تجزیه و تحلیل میکنه و توته میکنه و ماده جذب میسازه. این انزایم ها خیلی مهم است که شامل تریپسین پروتئین ها را پروتئین مغلق با امینو اسید یا اجزای تشکیل دهنده از او پارچه میکنه. اما قسم انزایم مهم دیگه به نام کایموتریپسین موجود است. کایموتریپسین چی معنا؟ زمانی که لعاب دهن و لعاب معده با مواد غذایی در پروسه هضم یک جای شد کایم تشکیل میده و این کایموتریپسین همون مواد کایم که از معده به روده میآید مورد حملات قرار میده. اما قسم انزایم دیگه که موجود است به نام نیوکلیز یاد میشه. نیوکلیز اینا هم وظیفهش تجزیه و تحلیل پروتئین هاست و تجزیه کردن پروتئین هاست. کلیجنیز انزایم دیگه است که توسط غده پنکریاس تولید میشه. اما قسم لایپولیتیک انزایمز داریم یا انزایم هایی که وظیفهش تنها و تنها پارچه کردن، توته کردن و قابل جذب ساختن شحمیات است. انزایم خیلی مهمی که موجود است به نام پنکریاتیک لایپیز یاد میشه. پنکریاتیک لایپیز در موجودیت التهاب مزمن و التهاب حاد خیلی بلند میره و یکی از اجزای دیاگنوستیک یا تشخیصی بر ماست. اما قسم انزایم دیگه که موجود است به نام کلسترول استریز یاد میشه. کلسترول استریز این انزایم خیلی مهم از مواد غذایی که حاوی کلسترول یا چربی باشه، خصوصا بخش کلسترول اونا را مورد حملات قرار میده و بر جذب آماده میسازه. اما قسم انزایم دیگه که وظیفه دیگریدیشن و دایجستشن یا هضم شحمیات داره فاسفاتیز A و فاسفاتیز B. این دو نوع انزایم است که فاسفاتیز A و فاسفاتیز B یاد میشه. فاسفولیپیدز یا امو شحمیاتی که در ترکیب خود فاسفید داره اونا را مورد حملات قرار میده. و یک انزایم مهم دیگه که
در غده پنکریاز تولید میشه کربوهیدرات یا قند مورد حمله قرار میده و اونا را به اجزای کوچکش چون فرکتوز و مالتوز و گلوکوز تجزیه میکنه. این انزیم عبارت از پنکریاتیک امیلیز است و اهمیت خیلی بسزا در تشخیص التهاب حاد مزمن داره. امیلیز و لیپیز هر دو در موجودیت التهابات و عفونت‌های غده پنکریاس بلند میره. قندها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. قندهای درجه یک و قندهای چندین درجه و مرکب به اجزای کوچک چون فرکتوز و گلوکوز اینا تبدیل کرده و اینا بالاخره همشان در هضم کمک میکنه. خب اینا همش وظایف اساسی غده پنکریاس است، همون غده که در قسمت پایین معده موقعیت داره. میریم به طرف التهاب غده پنکریاس. اگر غده پنکریاس التهاب بکنه، پنکریاتایتس یا التهاب غده پنکریاس، اونایی که این درد التهاب غده پنکریاس یک بار دیدن حتما به یاد دارن که در موجودیت التهاب غده پنکریاس یا پنکریاتایتس درد خیلی شدید سویر اپیگاستریک پین، درد خیلی شدید در قسمت فوقانی شکم، دقیق امی ناحیه که معده موقعیت داره قابل احساس است. کسایی که به التهاب غده پنکریاس مبتلا شدن درد خیلی شدید سویر درد خیلی شدید در ناحیه اپیگاستریوم یا امو قسمت فوقانی شکم که بیشتر به موقعیت معده اطلاق میشه، اپیگاستریوم امو ناحیه را میگه، درد خیلی شدید یعنی به اندازه که کپ و چنگ میکنه مریضه و این درد شدید از ناحیه معده سرایت میکنه مستقیما به پشت مریض. مریضایی که اکثرا شکایت از التهاب حاد غده پنکریاس داره و به دکتر مراجعه میکنه، یکی خو استفراغ خیلی شدید داره که بعد از خوردن نان استفراغ میکنن، زرده و مواد موجود در معده را استفراغ میکنه و درد خیلی شدید، درد خیلی طاقت فرسا در ناحیه معده داره که مستقیما به عقب میزنه و پشت میزنه و به کمر سرایت میکنه و مریض دلبدی خیلی شدید که تو هم با استفراغات می باشه. در استفراغ مریض فود پارتیکلز یا غذاهایی که خورده بیشتر قابل دید است، اما قسم بایل گاهی اوقات یا مایع صفراوی یا مواد کیسه صفرا یا تلخه هم بالا میآید و مریض استفراغش میکنه. اکثریت اوقات این نوع مریضا به دکتر مراجعه میکنه در مراحل اولی به نام درد معده یا تکلیف معده معالجه میکنن که بلافاصله بعد از یک روز یا 24 ساعت دوباره به شفاخانه مراجعه میکنه که استفراغات مریض و درد مریض کم نشده. در التهاب حاد غده پنکریاس تب خیلی شدید داره مریض و این تب با لرزه و خنک همراه است. کسایی که غده پنکریاسشان ملتهب شده بیشتر درد شدید در قسمت فوقانی شکم احساس میکنه و این درد مستقیما به پشت میزنه. چی وقت آرام میشه مریض؟ زمانی که مریض در حالت سجده قرار میگیره یا به طرف پیش رو خود کپ میکنه. میایم مستقیما به تشخیص این وضعیت. چگونه التهاب حاد غده پنکریاس تشخیص بکنیم؟ التهاب حاد غده پنکریاس، التهاب غده پنکریاس، دو نوع التهاب ممکن است که به وجود بیاید. یکی التهاب مزمن که سالهای سال موجود است و یکی هم التهاب حاد یا اکیوت پنکریاتایتس. چگونه تشخیص صورت بگیره؟ دیاگنوستس. خب از برای تشخیص اسباب خیلی خوب موجودیت علائم مریض است که قبلا به او اشاره کردیم. علائم چون استفراغ، دلبدی استفراغ و درد خیلی شدید در قسمت فوقانی شکم که به طرف مستقیما به طرف کمر سرایت میکنه. خب برای تشخیص اول باید سیروم لیپیز و امیلیز دیده شود که خوشبختانه در هر لابراتوار در کشور ما قابل دید است. لیپیز و امیلیز، سیروم لیپیز و سیروم امیلیز. سیروم یعنی در جریان خون مریض میبینیم، خون مریض به لابراتوار روان میکنیم که در خون
دو انزیم به نام لیپیز و امیلیز ببینه. اکثریت اوقات در موجودیت التهاب و عفونت‌ها در داخل غده پنکریاس مقدار لیپیز و امیلیز از سطح نرمال چندین برابر بیشتر می باشه. همچنان می توانیم از ابدامن پلویک التراساوند UCG هم استفاده بکنیم. التراساوند هم کمک خیلی زیاد میکنه در تشخیص التهاب در غده پنکریاس. خب اگر این معده میری یا معده در اینجا هم ما غده پنکریاس داریم و که متصل به طحال است. اگر احیانا در غده پنکریاس التهاب و عفونت ها به وجود بیاید، تحت التراساوند به این شکل سیستیک یا نقطه نقطه قابل دید می باشه. اکثریت اوقات در موجودیت سنگ کیسه صفرا، التهاب کیسه صفرا، عفونت در پنکریاس پیدا میشه. همچنان در پهلوی این که کیسه صفرا در موجودیت التهاب پنکریاس رول مهم داره، بندش پیپ های کیسه صفرا هم میتونه که عفونت حاده به وجود بیاره. خوب زمانی که تشخیص صورت گرفت که مریض به اکیوت پنکریاتایتس مبتلا است، بعد از تشخیص معالجه مریض خیلی مهم است. تریتمنت یا معالجه. اینجا یک کم باید فوکس بکنیم به بخش معالجه. اولین کاری که در معالجه میکنیم آیوی لاین به مریض باید وصل بکنیم. آیوی لاین یا کانول. درست؟ زمانی که کانول به مریض وصل کردیم، دیگه توصیه که برش میکنیم باید NPO باشه. NPO یا نل پر اورال یا نو پر اورال، از طریق دهن هیچ چیز باید نخورد. تا چی وقت باید نخوره؟ تا زمانی که دکتر معالج اجازه نده و دکتر معالج هم زمان میتونه اجازه بده به مریض که بخوره که مطمئن شده دیگه غده پنکریاس ملتهب نیست یا التهاب نداره. خب زمانی که NPO شد، آیوی لاین هم بسته شد، اولین کاری که میکنیم از اندنستران که به شکل انجکشن و تابلت هر دو موجود است، تابلت پیچکاری یا آمپول آنست، بیشتر 8 میلی گرم در مارکت های ما قابل دستیابی است. در صورتی که حساسیت به آنست نداشته باشیم، آنست جمع PPI که بیشتر خودم از پنتاپرازول استفاده میکنم، پنتاپرازول 40 میلی یا 80 میلی لیتر میلی گرم، جمع انجکشن دروتاورین یا نوسپا که بیشتر عضلات غیر ارادی جهاز هاضمه خصوصا روده و میده، اونا را روده، میده و روده کلان ما را به حرکت میاره، از جمله اسپازمولودیکس است. و برای تسکین درد انالژزیکس هر کدامشه که داشتین و مریض به همراهش حساسیت نداشت. همه از اینا را در انفیوژن رینگر لکتیت، نارمال سلاین یا دکستروز میتونیم دایلیوت کنیم، محلول بکنیم و به مریض از طریق رگ یا از طریق کانول باید بدیم. اگر فشار بلند داشت مریض، در او صورت باید از نارمال سلاین استفاده صورت نگیره. میتونیم از دکستروز و از رینگر لکتیت استفاده بکنیم. اگر مریض شکر داشت، از دکستروز نمیتونیم استفاده بکنیم که شکر بلند میبره. اگر مریض فشار بلند و شکر هر دو داشت، در او صورت میتونیم از رینگر لکتیت استفاده بکنیم. اگر فشار پایین داره، در مایات خود از نارمال سلاین میتونیم استفاده بکنیم. اگر گلوکوز پایین داره، شکر پایین داره، شکرش دراپ میکنه، از دکستروز. اینا را در سیروم رینگر لکتیت یا نارمال سلاین همیشه میکس کرده با یک آنتی بیوتیک خیلی قوی نظر به عمر مریض که ما بیشتر از میروپینم استفاده میکنم. بعد از تست تحت الجلدی یا سبکوتینیوس تست که برای حساسیت بیشتر میشه، او را در مریض چک کرده که ببینیم به همراه میروپینم حساسیت داره یا خیر. اگر نداشت، این را هم تطبیق میکنیم 8 ارلی یا در هر 8 ساعت 1 گرم که در 24 ساعت ما میشه 24 ساعت ما 3 تا میروپینم یا 3 تا ویل میروپینم باید تطبیق شود. تا زمان همچنان در پهلوی این تطبیقات میتونه، چون مریض این پیوس از طریق دهن چیز نمیخوره، پس امینوول که حاوی انفیوژن امینوول یا سیروم امینوول که حاوی
پروتین هاست. اما قسم در ترکیب خود شحمیات یا لپیدز داره که مستقیما به داخل رگ زرق شده و قابل جذب می باشه، و شحمیات کربوهیدرات یا قندها. اینا همش در اینفیوژن امینویل موجود است. میتونیم در پهلوی نارمال سلاین و رینگر لاکتید از اینفیوژن استفاده بکنیم که هم غذای خیلی خوبی را به مریض مساعد بکنه و هم از وضعیت برایم. در حدود کمتر از 24 ساعت التهاب ها میتونیم به این طریق مهار بکنیم. بیشتر به خاطر داشته باشین که درد شدیدی که در قسمت پایینی شکم استفاده میشه همیشه درد معده نیست، و در صورتی که درد به پشت حرکت کرد به قسمت کمر ما، در او صورت بهتر است که با دکتر معالج خود یک بار ببینیم. این ناحیه اپیگاستریوم است یا استخوان استرنم. اینجا هم شش ماست، یا هم کرس دیافرام یا حجاب حاجز. دقیق غده پنکریاز اگر اینجا معده باشه در اینجا موقعیت داره، و دردی که در غده پنکریاس به وجود میه توسط رگهایی که از ستون فقرات میه و جغرافی مشترک برای سپلای داره، در اونجا هم قابل احساس است. این ناحیه را به نام اپیگاستریوم یاد میکنه، اپیگاستریوم. و درد غده پنکریاس هم در امین ناحیه یا قسمت فوقانی شکم قابل حس است. درد خیلی شدید severe epigastric pain، و این درد مستقیما به پشت مریض سرایت میکنه که در اصطلاحات طبی به نام referred pain یاد میشه. referred pain یا دردی که از یک نقطه به نقطه دیگه سرایت میکنه، یا دردی که اصل ارگان در یک جای است و دردش در قسمت دیگه احساس میشه. این مریضا اگر درد خیلی شدید داشتن تا رفتن به دکتر، خود در حالت رکوع سجده قرار بده، رکوع نیست سجده، تا که بالاخره به دکتر میرسه، و کوشش کنن که در صورت موجودیت استفراغات هیچ چیز نخورن، حتی یک قرطاب، و خود به دکتر برسانن تا که وضعیت مهار بکنن. ممنون.